یو گایز چطورید بچه‌ها؟ تاکسوی هستم و خوش اومدید به یه لیتس پلی از بازی چیموجی. این بازی حالت فکری با کلمه داره که مثلا شکلک براتون میگم، شکلک استیکر نشون میده، بعد میگه که مثلا چه کلمه ای میشه. مثلا یه کلمه مثلا دمپایی. خب مثلا اینجوری دیگه باید کلمه رو باید پیدا کنیم. بازی برای اندروید هستش و از تو مایکتون نمیتونید نصب بکنید. اگه دوست دارید که این بازی پارت دیگه هم داشته باشه، لایکش کنید، 5 شماره کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بدون مطلب بریم سراغ ویدیو. لیتس حالا شروع بازی رو میزنیم. خب بازی با کلمات و حالت ضرب المثل داره که بعد اینکه اینا رو تمام کنیم باز میشه. مثلا میگه که بازی باشه، تو این بازی شاید بر اساس ایموجی ها که بهتون نشون داده میشه جواب راحت بزنید. مثلا جواب من همیشه سیب زمینی، اینجوری دیگه بازی بزنید. اینجوری میذاریم سیب زمینی، سیب زمینی، اینجوری مرحله بعد. خب مثلا این کلمه میشه ماحصل. مرحله بعد از اون بگیم باز بخواه نیاز به راهنما داری. این رو هم میشه دلنوشت تست بزنم. دلنوشته. خب متن کاغذ رنگی. کاغذ رنگی کاغذ، اینم رنگ نیه. کاغذ خداره، کاغذ رنگی. شما درسته. خب برای میگه که جای گیکی که ندوست بپرسید لاک ناخون. اینو راهنما بزنیم. حسب حروف تمام حروف نماز یک حرف. لاک پشت. همینم لاک پشت. خب دست گوش باشه. دست گوش داریم، نداریم. این چیه؟ بازی گوش. بازی گوش. بازی گوش. اگه از من گوش کنم برای دارم باش. حالا با بعدا میدم، بعدا رای میدم. مرحله هفتم شد. الله اکبر، تبلیغ. خب بگو میبندیم. بستن. شروع بازی. خب من فصل اولشم شیرزن. بعضش راحتم ولی هرچقدر جلوتر میرم سخت‌تر میشه. شیرزن. تمام. دست بوس. عینک آفتابی. عینک آفتابی. آبرنگ. راحتی ولی. خب چای. تیتاپ فکر کنم شما، چون دو حرفیه احتمال میدم که چای به انگلیسی میشه تی. فکر کنم منظور انگلیسی داره. تیتاپ. ببینم تیتاپه. شما با این تبلیغ هم سرویس کرد ما رو. بازی
بازی جالبیه ولی حالا همین هر چقدر جلوتر بریم یه مقدار سخت‌تر یه مقدار مثلا فصلهای بعدی سخت‌تره بستن سعی می‌کنم هر پارت ما یه فصلش رو تمام کنیم بوس در عشق در نگاه اول اینو فکر کنم عشق در نگاه اول خب بخش ضرب المثل باز شد شاه کلید شاه کلید شاه کلید چرتکه دفتر اون میشه چرتکه حساب کتاب میشه حساب کتاب اشو خب پسر خب اون میشه یا عقاب یا شاهین بچه راهنما بزنه نمیدونم سه داره نمیدونم سا مثلا آخه بچه سان مثلا عقاب که پرنده آقا یه راهنما دیگه هم میدونم سرور نه سر شد خب این سر باشه هم عقاب پرنده سرور سر افراد سرباز یس تبلیغ سرویس کرد ما رو این مثلا یه مقدار سخت بود برم من خودم شاید بچه هست یه بگم نگم سر باشه خب ببین تبلیغ بارو خونسرد بچه حالا ما مثلا اگه یه جاش کلیک کردید که باید جوابشو پیدا کنید رو گوگل هست مثلا بزنید مثلا جواب بازی چی موچی میاره براتون شمشیر فکر کنم هر فصلش 25 تا اینجوری داره خب دو چرخه گوشت خب چرخه گوشت یا علی ویروس پنجره چیه بیماری خفاش بیماری کرونا نمیدونم چرا کرونا میشه نفهمم چون خیلیشون بیاد شده میخورم قوری قوری مثلا چه پیرم هست سر قوری نماست سر قوری نه نمیرسه روی بزنم مرد قوری مرد سالاری
این بو چی میشه آخه این بوی چای. نمایش بازی بابا بودی خدا وکیل ما این کلم آشنایی نداشته. خونه پیرمرد آن خونه سالمندان آنو گفتم این خونه سالمندان. خانه ابتدی خونه نمیگه خانه سال ای بابا سال مندان ای بابا سرویس شدیم با تبلیغ هر 5 تا یه تبلیغ میاره بس. بعدی تخت سیاه تخت سیاه ذرت مکزیکی ذرت مکزیکی جایی دوست دارید که مثلا بازیایی که مثلا تو مایکت هست الان ترند شده مثلا شرافات رو دوست دارید که بیام اونا رو پلی بدم حتما لایک ها میدیم موقع 5 تا برسونید. پاتختی پاتختیه پاتختی یس نقشه فیلم و سریال هم باز شد. فیلم و سریال هم یه مقدار ضعیفه. سرنوشت صندوق جایزه 20 سکه رو درش کرد. خب آقا بذار ببینم خانه رسه. خب فصل 2 باز شد. چند فصل کل یا حضرت یا مقلب قلوب الابصار 47 فصله. اگه دوست دارید که بازی چیموجی پارت دیگه هم داشته باشه یا بقیه بازی هم مثل استامبل گاید روبلاکس حالا که الان کامنت بساس ناش داره که با لایک حالا بهم نشون بده. اگه دوست دارید اگه لایک ول 5 برسه پارت بعدی چیموجی رو سریعتر ضبط میکنم که تو اون دو تا پارت بعدی مثلا آدم 2 تا فصل بره. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. لایک کامنت دنبال کردن فراموش نشه. خیلی انرژی میدید. تا یه ویدیوی دیگه see you later.